سلام بچه ها، من یه تایمی موام مخوره گرفت، مجبور شدم که 10 سانت ازشون کوتاه کنم. امروز بدون اینکه مامانم چیزی بهم بگه و به من بگه اصلا، رفته واسم شونه چوبی گرفته. خواستم از همین قاب دوربین بهش بگم که قربون 12 جفت دنده های قفسه سینه‌ات که قلب مهربونتو نگه داشتن. خیلی مهربونی، واقعا خیلی خوشبختم که دارمت و انشالله همیشه سایت مستدام باشه. این یه شونه چوبی ساده است ولی خب واسه من خیلی ارزشمنده و حس میکنم که هیچ کس توی دنیا به اندازه مامانم مهربون نیست. واقعا خوشبختی یعنی همین لحظه های کوچیک، همین دوست داشتن ها، همین به فکر بودن ها. واقعا دوست دارم مامان، خیلی زیاد. انشالله همیشه بمونی برام.